عزیزان، خدا رو شکر برای هدیه حضورتون امروز در خانه خداوند. خوش اومدید. همینجور عزیزانی که از اینترنت ما رو میبینن بهشون خوش آمد میگیم و سلام میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند. خدا رو شکر. قبل از هر چیز خوبه که با هم یه دعای کوتاهی داشته باشیم. پدر، در نام عیسی مسیح خداوند به حضورت میایم. شکرت میکنیم که تو خدای عظیمی هستی. ممنونیم برای امروزی که به ما عطا کردی که درش وجد شادی کنیم ای خداوند. و ممنونیم ازت به خاطر کلام زنده تو. امروز ای خداوند گوش‌های دلمون رو به تو میدیم و می‌خوایم از تو بشنویم ای خداوند. با تک تک ما صحبت کن ای خدای قدوس و مثل همیشه از طریق کلام زیبا و زنده خودت به ما برکت عطا کن. در نام عیسی مسیح خداوند با شکرگزاری دعا کردیم. آمین. خدا رو شکر. خب آیه براتون میخونم از مزمور 38 آیه 4 و بعد آیه 18. از مزمور 38 آیه 4 و بعدش آیه 18. آیه 4 میگه تقصیراتم از سرم گذشته، همچون باری گران از طاقتم سنگین‌تر است. و بعد در آیه 18 میگه به تقصیر خود معترفم و از گناه خود رنج میبرم. امروز ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که با احساس تقصیر خودمون چه کار کنیم؟ با احساس تقصیر خودمون چه کار باید کرد؟ و خیلی وقتا شده که ما به خاطر مسئله احساس تقصیر میکنیم و نگران هستیم. حالا میخوایم ببینیم کلام خدا به ما چی میگه و ما بایستی چه کار بکنیم با این موضوع. یکی از نتایج گناه عزیزان احساس تقصیره. یعنی گناه یکی از نتایجش احساس تقصیره. ما انسان خودمون رو مرتب به خاطر کارهای نکرده و کردمون خیلی وقتا سرزنش میکنیم و این باعث از دست دادن شادی و آرامش توی زندگیمون میشه. البته نقشه خدا برای ما این نیست. واقعیت اینه که حس تقصیر همیشه هم بد نیست عزیزان. ما شاید میتونیم بعضی وقتا برای احساس تقصیرمون شکرگزار هم باشیم. میدونین چرا؟ چون که این احساس تقصیر موجب میشه که ما طلب بخشش کنیم از خداوند. و لحظه‌ای که شخص از گناهش برمیگرده، اعتراف میکنه و توبه میکنه، گناهش بخشیده میشه. و عزیزان این رو باید بدونیم که در عیسی مسیح حتی زشت‌ترین گناه‌ها هم پاک میشن. و خیلی وقتا از خودمون میپرسیم که آیا این احساس تقصیر که من دارم آیا درسته؟ آیا بجاست این احساس تقصیر؟ یا اینکه این احساس تقصیر یا این حس تقصیر من کاذبه و درست نیست؟ به عبارت دیگه آیا من باید این احساس تقصیر رو در خودم داشته باشم یا اینکه این احساس تقصیر به وجود اومده از افکار خود منه؟ ما ایزان یک نوع حس تقصیر واقعی داریم، یعنی تقصیر بجا، و به واسطه اون هست که وقتی گناه میکنیم یا اشتباه مرتکب میشیم حس پشیمانی میکنیم، ناراحتیم و احساس پشیمانی میکنیم و متوجه خطامون میشیم. البته این خودش اولین قدم برای تغییر و شفاست عزیزان، و خدا هم همیشه آماده است تا ما رو ببخشه. آغوشش همیشه بازه برای ما که ما به سمتش بریم و ما رو ببخشه. متاسفانه بعضی وقتا به راحتی نمیشه تشخیص داد که این حس تقصیر من یک حس تقصیر واقعیه یا کاذبه. و به عبارت دیگه آیا این حس تقصیر از خداست و الزام روح القدسه یا اینکه صرفا از افکار خود منه؟ اما اگه ما در واقع مقصر باشیم احساس گناه هم خواهیم داشت. اما همه احساسات
تقصیر در ما به خاطر اینکه ما مقصر هستیم به وجود نمیاد. گاهی عزیزان ما به دلایلی یا به دلایل دیگری که در وجود احساس تقصیر میکنیم، مثلا گاهی دیگران به طرق مختلف در ما یک احساس تقصیر کاذب رو به وجود میارن. گاهی هم ما احساس تقصیر در خودمون داریم به خاطر اینکه به اشتباه خودمون رو مقصر قلمداد میدونیم. کاری نکردیم ولی به اشتباه خودمون مقصر قلمداد میدونیم. و گاهی هم فکر میکنیم که اگر احساس تقصیر داشته باشیم این یه نوع فروتنیه. در کلام خدا از نامه اول یوحنا براتون قرائت میکنم، باب 2 آیات 1 و 2. نامه اول یوحنا باب 2 آیات 1 و 2 میگه ای فرزندانم این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی گناه کرد شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. او خود کفاره گناه ما است و نه گناهان ما فقط بلکه گناهان تمامی جهان است. پس خداوند برای ما شفاعت میکنه. عزیزان یوحنا رسول اینجا به کسانی که احساس تقصیر و محکومیت میکنن یه اطمینان دوباره میده و میگه وقتی که چنین احساسی میکنید امیدتون رو از دست ندید، چون بهترین وکیل مدافع رو داریم، عیسی مسیح خداوند. و این خداوند عیسی مسیح است که از حقوق ما دفاع میکنه. اون تاوان شما رو پرداخت کرده. عزیزان هیچ کس هر کاری هم که کرده باشه از امید بخشش خداوند بی بهره نیست. تنها کاری که ما باید انجام بدیم این است که به سوی خداوند بازگردیم و قلبمون رو به او بسپاریم. اما آزادی از گناه عزیزان همیشه خوب دقت کنید، آزادی از گناه همیشه به معنای آزادی از احساس تقصیر نیست. حتی وقتی که گناهان ما بخشیده میشن هنوز هم اونها رو خیلی وقتا به یاد میاریم و در ضمن یادمون باشه که ما دشمنی داریم، یک دشمن روحانی داریم به نام شیطان که پیوسته عیب‌ها، تقصیرات و گناهان ما رو هی به یاد ما میاره و خیلی باید مراقب باشیم عزیزان. شخصی که به عیسی مسیح ایمان داره دیگه زیر غضب خدا و احساس تقصیر گناهش نیست. کسی که به عیسی مسیح ایمان داره به عنوان خداوند و نجات دهندش. از کلام خدا براتون میخونم کتاب کولوسیان باب 2 آیات 13 و 14. کولوسیان باب 2 آیات 13 و 14 میگه آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشده نفس خود مرده بودید خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همه گناهان ما رو آمرزید و آن سند قرضها که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت. دقت کردید؟ پس زیر محکومیت، زیر غضب خدا نیستیم کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره. در واقع عیسی مسیح خود مقصر شد و تاوان گناهان انسان گناهکار رو یک بار برای همیشه پرداخت کرد. یک بار برای همیشه. عزیزان حس تقصیر کاذب دو تا خصوصیت داره که به ما کمک میکنه اونها رو تشخیص بدیم. یک، حس تقصیر بی منطق.
حس تقصیر بی منطق، یعنی هیچ منطقی نداره. حس تقصیر کاذب معمولاً بی منطقه و صرف نظر از هر نوع دلیل و مدرک همچنان بر سر حرف خودش میسته و ما رو محکوم میکنه. این بی منطقی گذشته هایی رو با یاد ما میاره و ما رو با اونها آزار میده. گذشته های ما رو و گذشته که نه قادریم خودش رو تغییر بدیم و نه اثراتش رو. گذشته تمام شد، ما نمیتونیم تغییرش بدیم، نه خودش رو نه اون اثراتش رو. و دوم، عدم قضاوت سازنده. یه خصوصیت دیگره اون عذاب وجدان کاذب یا حس تقصیر کاذب این است که قضاوت سازنده‌ای نداره، مرتبا ما رو محکوم میکنه و هویت و شخصیت ما رو مورد هدف قرار میده در واقع. و این در حالی که روح القدس وقتی که میخواد اشتباه ما و گناه ما رو به ما نشون بده و ما رو متوجه کنه، مستقیما میره سر اون مشکل و یا دلیلش، نه اینکه خرد کردن شخصیت ما. اون کار شیطانی که شخصیت ما رو میخواد خرد کنه، نه کار روح القدس. عزیزان، با دریافت بخشش از گناهانمون در ایمان به عیسی مسیح دیگه فرقی نمیکنه که یک ایماندار چه گناهی رو در گذشته مرتکب شده، فرقی نمیکنه که خودمون رو چقدر مقصر یا گناهکار میدونید، فرقی نمیکنه چقدر شرمندگی و مقصر بودن رو تجربه کردید. عزیزان، کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده، بدونید شرم و تقصیرها همه برداشته شدن. آمین. حالا سوال اینجاست، وقتی یک شخص مسیحی، یک ایماندار به عیسی مسیح با احساس تقصیر روبرو میشه، چه قدم‌هایی رو بایستی برداره؟ ما ایمانداران به عیسی مسیح وقتی به این حس تقصیر روبرو میشیم، چه قدم‌هایی رو بایستی برداریم برای این موضوع؟ یک، اولین قدم به تمام گناهان آشکار که اعتراف نکردید اعتراف کنید. گناهانی که آشکار براتون و بهش اعتراف نکردید بایستی اعتراف کنید. این اولین قدم است. اعتراف عزیزان یعنی که ما به خدا بگیم که مقصریم. در برخی از موارد عزیزان احساس تقصیر گفتم خوبه. چرا؟ چون که نیاز به اعتراف داره، اعتراف گناه. در مزمور 32 آیه 5، مزمور 32 آیه 5 رو براتون میخونم. میگه، داوود داره میگه اونجا، میگه آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفو کردی. سلام. دقت کردید؟ گناهش اعتراف کرد و خداوند اون رو بخشید. دومین قدم که بایستی برداشته بشه، به وعده‌های خدا اعتماد کنید که بر پایه خون مسیح گناهان را میبخشه و پاک میکنه. آمین. به وعده خدا در این مورد اعتماد کنیم. نامه اول یوحنا باب 1 آیه 9. اول یوحنا باب 1 آیه 9 میگه ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را میآمرزد و از هر نادرستی پاکمان میسازد. بایستی به این وعده خدا اطمینان کنید. سومین قدم، از خدا بخواید هر گناه دیگری رو که نیاز به اعتراف کردن دارد رو آشکار کنه. هر گناهی که نیاز به اعتراف کردن دارد رو آشکار کنه و در ضمن شهامت داشته باشین که در حضور خدا کاملا صادق و رو راست باشید. با خدا باید ما صادق و رو راست باشیم. هیچ کس نمیتونه خدا رو فریب بده.
خدا از همه چیز ما اطلاع داره، آگاست. در مزمور 139 آیات 23 و 24 رو براتون میخونم. اونجا باز ببینیم داوود چی میگه. 139 23 و 24 میگه خدایا مرا بیازما و دلم را بشناس. تو اون یکی ترجمه میگه خدایا منو تفتیش کن، دل منو تفتیش کن. میگه منو امتحان کن و دغدغه هایم را بدان. ببین که آیا در من راه اندوهبار هست و به راه جاودانی هدایتم فرما. میگه منو تفتیش کن، ببین آیا چیزی هست که از تو نیست، نگرانی، بدی و هر گناهی، هر چی. بعدم میگه که به راه جاودانی هدایتم فرما. چهارمین قدم، همیشه به دنبال جبران خسارت گناهی که در حق دیگران کردید باشید. همیشه به دنبال جبران اون خسارت، اون گناهی باشید که به کسی انجام دادیم. ببین در انجیل لوقا یک داستانی هست از زاکای یا زکای باجگیر. مردم دوستش نداشتن چون باجگیر بود و اذیت میکرد و اون عوارض و مالیاتی که میگرفت بعضی وقتا خیلی بیشتر از حد معمول هم شاید و میگرفت برای خودش. و وقتی که عیسی مسیح به خونه این شخص میره و نجات پیدا میکنه، در آیه 8 انجیل لوقا باب 19 آیه 8 ببینید زکای باجگیر چه قولی به خداوند میده وقتی که نجات پیدا میکنه. میگه زکای باجگیر به خداوند قول داد اینک نصف اموال خود را به فقرا میبخشم و اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم 4 برابر به او باز میگردم. دقت کردید؟ میرسیم به آخرین قدم، قدم پنجم. عزیزان، در مواقعی که به خاطر گناهان اعتراف کرده و بخشیده شده خود، خوب دقت کنید اینجا، گناه را اعتراف کردید و بخشیده شدید. پس در مواقعی که به خاطر گناهان اعتراف کرده و بخشیده شده خود هنوز احساس تقصیر میکنید، به این احساسات بی‌اعتنایی کنید. چون که این حس تقصیر یک حس تقصیر کاذبه و خدا شما رو بخشیده. وعده خدا رو درباره بخشش عزیزان حقیقت بدونید. وقتی خدا ما رو بخشیده و پاک کرده طبق آیاتی که خوندیم، دیگه احساس تقصیری ما نبایستی بکنیم. به این احساس تقصیر بایستی ما بی‌اعتنایی کنیم، رد کنیم. از خداوند بخواید که اون شادی رهایی از گناه رو به شما بازگردونه. خیلی وقتا ما به خاطر هیچ چیز بی خود اون شادی که بایستی داشته باشیم نداریم. در مزمور 51 آیه 12 مزمور 51 آیه 12 داوود به خداوند میگه شادی نجات خود را به من بازده و به روحی راغب حمایتم فرما. عزیزان، اگر به گناه خود اعتراف کردید و از آن توبه کرده و گناهانتون بخشیده شده، زمان اون رسیده که از جای خودتون بلند شین و حرکت کنید. بعضیا وقتی همچین مسئله براشون پیش میاد، حس تقصیر دارن، دیگه یه جا قفل میشن و دیگه هیچ حرکتی توی زندگیشون ندارن. هم به خودشون صدمه میزنن، هم به اطرافیانشون. پس وقتی که ما بخشیده شدیم از گناهمون، توبه کردیم، اعتراف کردیم و خدا ما رو بخشیده، دیگه الان زمانمون رسیده که از جامون بلند شیم و حرکت کنیم به جلو، ادامه بدیم زندگیمون رو ما خداوند. میخوام براتون از کلام خدا یه آیه بخونم در خاتمه از کتاب رومیان باب 8 آیه 1. رومیان باب 8 آیه 1 میگه پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. آمین. ایمان داریم به این آیه؟ بایستی این رو باور داشته باشید.
عزیزان اجازه ندید بیش از این اون احساس تقصیر کاذب شما را از اون دوستی گرم و نزدیک با خداوند دور نگه داره. چون وقتی که ما غمگین هستیم، وقتی که حس تقصیر داریم، این خودش ما را از خداوند دور نگه می‌داره. پس نذارید که همچین چیزی شما را از دوستی با خداوند، از مصاحبت با خداوند دور نگه داره. آمین؟ بیاید با هم دعا کنیم. خداوند شکر میکنیم برای کلامی که شنیدیم. ای خداوند ازت ممنون و سپاسگزاریم برای اینکه تو گناهان ما رو بخشیدی و دیگه به یاد نمیاری. ای خداوندم و خداوند کمکمون کن با هدایت روح القدس و با کمک روح القدس بتونیم که اونجوری که تو میخوای و خواست و اراده تو هست زندگی کنیم. خداوند برای جلال نامت و در نام عیسی مسیح خداوند با شکرگزاری دعا کردیم. آمین.